بسم الله الرحمن الرحیم. دوستای عزیز، ایلان ماسک سرمایه‌دارترین شخص جهان و فعلا هوشیارترین و لایق‌ترین شخص جهان که موتر برقی را اختراع کرده، راکت به فضا میفرسته، مردم به مریخ روان میکنه، مریخ هم میخواد مثل زمین بسازه و بسیار تکنولوژی های دیگه را که در مغز انسان میتونه در آینده انسان ضرورت نداشته باشه که درس بخونه، انسان ضرورت نداره که زبان را یاد بگیره، با کمک از این تکنولوژی میتونه که دفعتا امو زبان امو درس در مغز خود انستال بکنه. بسیار کارهای را فعلا میکنم. وقتی که از این پرسان کردن که آیا به خداوند اعتقاد داری؟ Do you believe in God? Do you pray? به دین اعتقاد داری؟ گفت نه، من اعتقاد ندارم، من عبادت هم نمیکنم، حتی وقتی که من کم بود از ملاریا بمرم او وقت هم عبادت نکردم. به خاطر که چی رقم خداوند است، هر دفعه گپ خود تغییر میده. چندین کتاب آورده، هر دفعه گپای خود تغییر داده. یک کسی که گپش یکی نباشه مثلا از او چی رقم اعتبار کنم؟ کل از این چیزا دروغ است. مردم بازی میتن، سالهای سال بازی دادن. اما تو یک سوال پیش دکتر زاکر نایک یکی دیگه میمانه. شام بخیر دکتر صاحب، ما هندو هستم، ما سندی هستم، نام ما سندی است. ما ویدیوهای شما رو در یوتیوب بسیار وقت است میبینم. با وجود که ما هندو هستم، ما دیگه ادیان هم احترام دارم، ما دیگه ادیان هم مطالعه میکنم. ما احترام دارم به الله و حضرت محمد. ما وقت مکتب میخوندم در مکتب کاتولیک بودم، وقتی که خرد بودم، که در اونجا بر ما راجع به انجیل و عیسویت و جیسس معلومات دادن. بعد از صنف ده باز ما آمدم به دین خود در خانه هندو و امروز دیگه ما یگان دفعه طرف هر دین کش میشم. خب میبینم که در بین کل دینا یک چیز عموما، یک چیز کنکشن، یک چیز ارتباط وجود داره و ما چون زیادتر به بخش ساینس و علم و تکنولوژی درسای ما ربط دارم، ما خودم مردم مشوره میتم. حالا که من میبینم در مارکت بسیار ادیان مختلف وجود داره، پس اگر آدما کلش یک رقم است، ارگانایشان یک رقم است، وجودشان یک رقم است، قلبشان یک رقم است، خونشان یک رقم است، بینیشان یک رقم است، تمام چیزشان یک رقم است، خدایشان حتما یکی است، اما قدرت کلان یکی است. پس اگر قدرت کلان یکی است، چرا اینقدر دینای مختلف وجود داره؟ چرا این گپا هر دفعه تغییر کرده؟ چرا دینا هر دفعه تغییر کرده؟ چرا خداوند نمیتواند که یک دفعه یک گپ محکم بزنه؟ اگر ببینیم قبلا دین هندوها بوده، هزارها سال قبل، باز حضرت عیسی آمده، باز حضرت محمد آمده، ما چه آینده چی خود شد؟ چیزی که من امروز میبینم دینای مختلف است و کلشان هم بر خود دلایل داره، کلشان از خود خوبی و بدی های خود داره. من نیست یک انسان ما بیخی در شک قرار میگیرم که چی رقم رشخندی است. ما هندو هستم، ما دین خود احترام کنم، دین خود پیش ببرم یا ادیان دیگر را پیش ببرم؟ من نمیفهم امی حقیقت اصلی چیست. امی سالهای سال یک رقم ما فکر میکنم مردم هیچ رای خود نیافتن. برادر ما خوب یک سوال کردن که بسیار ادیان مختلف است، از 4000 سال قبل هندویزم بود، باز حضرت عیسی علیه السلام آمد، باز حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آمد. یگان چیزش بین یکی دیگهش میخونه، یگان تاش نمیخونه، بسیار شک ایجاد میکنه. خداوند خو یکی است، انسان ها یک رقم است، پس خداوندشان هم باید یک رقم باشه. خیلی چرا مشکلات وجود داره؟ این بسیار یک سوال خوب است. جواب از این در قرآن است، در سوره العمران سپاره 3 آیه 19 ان الدین عند الله الاسلام، که میگه تنها دینی که قابل قبول است نزد خداوند اسلام است که شما خدا به خداوند تسلیم میکنین. خداوند پاک تنها یک دین به انسان ها داده. پس ما قبلا گفتیم خداوند تنها یک دین روان کرده، مگم او پیغمبرای مختلف روان کرده. وقتی که او پیغمبرا میامد پیامایش می آورد، با گذشت زمان امی پیام تغییر میکرد. باز یک پیغمبر دیگه میامد، او مسیج دوباره تازه میکرد، باز مردم او را تغییر میدادن. باز پیغمبر دیگه میامد، باز او پیام باز می آورد، از سر می آوردم او پیام. این تا سالهای سال ادامه داشت، مگم پیام تمام پیغمبرا اساسا یک چیز بود. خداوند آخرین پیام که روان کرد قرآن پاک بود. was the Quran. Now you will ask me this question. این حال تو پرسان کردی که چرا خداوند قرآن 1400 سال قبل روان کرد؟ چرا دفعتاً همون دفعه اول روان نکرد؟
اگر از اول روان میکرد هیچ کدام شک و شبهه وجود نمی داشت. ببین بچه ما میخواد دکتر شوه، او به ما میگه پدر چرا مرا در کودکستان و در صنف اول صنف دو در ای روان میکنی، چرا مرا راستن در پانتون روان نمیکنی، در پانتون طب. ما برش میگم که بچه بیبی اگه تو میخوای دکتر شوی اول باید تو بری اونم کودکستان، بعد از او پیش از مکتب، بعد از او صنف اول، بعد از او متوسطه، باز لیسه، بعد از او پانتون طب. تو نمیتونی مستقیما دکتر شوی به خاطر که تو نمیتونی بفهمی او درسا را. پس خداوند پاک کسی که ما را خلق کرده او میفهمه بسیار خوبه که انسان ها نمیتونن که دفعه اول تمام پیام یک دفعی بگیره اگر قبلا روان میکرد. 14 سال قبل خداوند پاک خالق ما میفهمید که این وقتی است که انسان ها میتونه پیام بگیره. پس این دلیل است که قبلا پیام ها را روان میکرد، کم کم روان میکرد، مجموعه کلش نبود، پورا نبود، به خاطر که انسان ها آستا بفهمه. وقت انسان ها نمیتونست به یک بارگی بفهمه و وقتی که پیام اونا تغییر میدادن باز خداوند پاک پیغمبر نو روان میکرد و پیام بازم پس از سر می آورد. به مو خاطر پیغمبرایی که قبل از قرآن آمده اونا صرف به یک زمان خاص بوده، به یک مردم خاص بوده، بر یک وقت خاص بوده. تمام پیغمبرایی که قبل از پیغمبر آخر آمده اونا تنها به یک مردم خاص بوده و تا وقت او پیام باید تعقیب میکرد مردم تا که پیام جدید بیاید. خداوند پاک او میفهمید که 1400 سال قبل وقتی بود که انسان ها میتونستن که آخرین پیام قبول کنن و درک بکنن و به مو خاطر رو روان کرد و پیغمبر آخر روان کرد. وقتی که قرآن آخرین پیام است او تنها بر مسلمان ها و بر عربا نیست، به یک گروپ مردم نیست، او به تمام انسان هاست. تمام مسیج ها و پیام هایی که بر قبل از قرآن آمده بود به یک مردم خاص، بر یک وقت خاص بود. به خاطر که پیغمبر خدا آخرین پیغمبر وقتی که آمده بود او تنها به عربا و مسلمان ها نامد، او آخرین بود، به تمام انسان ها آمد. اما وقتی که تو امروز پرسان میکنی که چرا قدر ادیان مختلف است، خداوند ما تنها یک دین روان کرد. ما انسان ها خود ما او را تغییر دادیم. مگم اگر دمی هم ببینین دمی که گدوادی هم هست، ما یک فرمول برتان میتم، یک فرمول میتم که شما استفاده کنین و درد کلتان میخوره. ما با تمام انسان ها میگم حداقل قبول کنین که یکی از این چیزا حرف خداوند است. اون دوها خود بگوین که کتاب ما صحیح است، ما قبول میکنیم این گپ خداوند است. عیسوی ها بگوین ما قبول میکنیم که انجیل گپ خداوند است. مسلمان ها میگن ما قبول میکنیم که قرآن 100% حرف خداوند است. پس ما برشان میگم خب صحیح است، اینا رو بیاین قبول کنیم که حرفایی که در بین کل ذی ادیان، در بین تمام از این حرفا یکسان است. چیزایی که اختلاف است او را باز بانین دیگر رو سرش بس میکنیم. بیاین سر از او گپ نمیزنیم، بیاین قبول بکنیم که چیزایی که یکسان است که ما امور را قبول بکنیم، چیزایی که یکسان است که ما یقین پیدا بکنیم که حداقل همین چیزی که یکسانه است همی خو حداقل 100% گپ خداوند است. چیزایی که اختلاف است بازو میمانیم، میشه که گپ خداوند باشه، میشه که نباشه. پس وقتی که ما یک تحقیق میکنیم و ما شاگرد هستم که تمام دینیان خواندیم، بگواد گیتا را خواندیم، کتابای هندو را خواندیم، انجیل را خواندیم، تورات کلش را خواندیم، ما تمام از یاد دیدیم که در تمامش گفته شده که یک خداوند است و خداوند هیچ تصویر نداره، هیچ رسامی نداره، هیچ بت نداره، هیچ نقاشی نداره. تمام از این اشتها و کتابا میگه که خداوند نه خلق شده، خلق نشده، آغاز و مبدا نداره. تمام از اینا میگه که آخرین پیغمبر کسی که میایه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. ما ایره همیشه درس دادیم، از تمام کتابا نشانیاش گفتیم، ما از انجیل گفتیم، از کتاب هندوها گفتیم، از قرآن گفتیم. پس بیاین سرازی حداقل سرازی چیزی که یکسان است توافق کنیم. در انجیل، در تورات، در قرآن، در کتاب هندوها، در تمامش میگه که شما باید الکل ننوشین. ما ایره قبلا نشانیاش گفتیم، تمامش گفته قمار نزنین، تمامش گفته که شما چیزای نشاور استفاده نکنین. ببینین این چیزا در بین کلشان یکسان است. شما باید قبول بکنین که یک خداوند است. شما باید قبول کنین که
حضرت محمد آخرین پیغمبر است، شما باید الکل ننوشین، شما گوشت خوک نخورین، به خاطر عبادت باید وضو بکنین. تمامش یکسان است. پس من سوال میکنم که اگه تو میگی که من هندوستم و دیگه ادیان احترام داری، من از تو پرسان میکنم تو قبول داری که یک خداوند وجود داره؟ نظر به کتابا بله. تو قبول داری که بت پرستی غلط است؟ او یک چیز است که هنوز در شک هستیم. این بسیار واضح است در کتاب هندوها، در یجوروید سپاره 32 آیه 3. او خداوند نه تصویر داره، نه بت داره، نه عکس داره، نه بت داره، هیچ چیز نداره، نه مجسمه داره، هیچ چیز نداره. همه یک چیز در شوسترا و پنیشد سپاره 4 آیه 19. او خداوند نه تصویر داره، نه رسم داره، نه نقاشی داره، نه عکس داره، نه بت داره، نه مجسمه داره. خیلی تو سرچی شک داری؟ خب امروز من هنوز قدر معلومات ندارم. خب اگه تو معلومات نداری، پس کسی که معلومات داره او میگه تو باید قبول کنی. دقیق. پس چرا قبول نمیکنی؟ من قسم که گفتم من احترام دارم حضرت محمد. نه احترام یک چیز است، قبول کردن و تعقیب کردن دیگه چیز است. اگر تو احترام داری خب باید هم گپایش هم قبول کنی. سوال خب به موسو میرنه، سوال شما هم دکتر صاحب که من هندو هستم، اگر من هندویزم قبول دارم و من وقتی که از خانه مبرایم من میبینم همکارای من دیگه مردم ها را میبینم که اونمو چیز دیگه را تعقیب میکنن. خوی ضروری است اگر دیگه افراد جامعه دوزی کنن باز تو هم دوزی رو شروع میکنی؟ اگر رفیقای دوزی کنن تو هم دوزی میکنی؟ اگر کسی ما را دوزی کنه؟ نه تو گفتی که من باید انسانای دیگر را تعقیب کنم در جامعه که میبینم، احترام کنم. حالا اگر ببینی که دیگر انسان ها کلشان دوزه است، دوزی میکنن، رفیقای تو دوزی میکنن، باز تو میری دوزی میکنی؟ ما چم گپت یک رقم به ربط است، دوزی را به این گپ چی؟ نه ببین سعی کنم دوزی غلط است. دوزی غلط است یعنی به این معنی است که تو باید جامعه را تعقیب نکنی. وقت جامعه را تعقیب کن که درست کار درست بکنن. اگر کار غلط میکنن تعقیب نکن. خداوند بر تو عقل داده، درست است؟ پس اگر هندوها میرن به خلاف کتاب خود، کتاب وید، تو حالا کتاب تعقیب میکنی یا دوستای تا؟ اونا باید هم چیزایی که در کتاب نشته شده امور تعقیب کنن. درست است. درباره از وابان من از تو پرسان میکنم، اگر کتابای هندویزم بر تو میگه که بت پرستی نکو، تو میکنی بت پرستی؟ نه باز من نمیکنم. پس حالا آیا قبول داری که بت پرستی غلط است؟ قسمه که من گفتم ما باید دیگه مطالعه کنم. من هنوز واضح برم نشده. خب باز چی وقت میخوانی؟ امروز صبح چی وقت؟ میشه امروز یا صبح؟ خب من بر تو بسیار نشانه های دادم از کتابای خودتان راجع به پیغمبر خدا. آیا تو قبول داری که حضرت محمد آخرین پیغمبر بود؟ بله من قبول دارم. پس وقتی قبول داری حالا آیا حرفایش قبول نداری؟ میشه که قبول کنم. چرا میشه؟ میشه که شد خونه شد. اگر قبول داری باید قبول بکنی. این بسیار آسان است. اگر تو میگی میشه که پیغمبر خدا باشه، باز میگی میشه که حرفایش قبول کنم. اگر یقینا بگی که پیغمبر خداست باید یقینا گپایش قبول کنی. حالا من باید مسلمان شوم که گپای محمد قبول بکنم؟ نه تو میتونی خوب هندو باشی، خوب بیسوی باشی، گپای محمد قبول بکنی. تو اگر یک هندوی خوب نباشی، یک عیسوی خوب نباشی، تو نمیتونی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تعقیب بکنی. به خاطر که هندوها در کتاب خود میگه، در کلکی افتار در تمامش راجع به پیغمبر خدا میگن. ما بسیار نشانی ها دادیم. ما بر اثر بتم نشانی ها را ما دیدیم اون چیزا را گفتیم. ما اونا را میرم باز چک میکنم. درست؟ پس انشالله امروز برو تعقیب کو. صبح باز ما بر چانس میتم خودت و او خانم دیگر مردوی تا نه چانس میتم، چانس اوله ببینم که چقدر راست میگی. امروز برو گوگل کو در اینترنت ببین که صدها نشانی ما دادیم. از صدها بیشتر است راجع به پیغمبر خدا، راجع به الله، راجع به شراب، راجع به گوشت خوک، راجع به قمار. ببین چیزایی که دیش فرق و اختلاف وجود داره او را بان بر دیگر روز. همون چیزایی که یکسان است در او چیزا خو یقین پیدا کو.
ما بر تو همون فرمول را میتونم که حداقل تمام ادیان سرش بس میشه که میتونی تمام ادیان گرد هم بیان با این فرمول. من نمیگم که برو چیز را قبول کو که در کتابای شما گفته نشده. ما بر تو میگم چیز را قبول کو که در کتاب تو هم نشته شده، در قرآن هم نشته شده، در انجیل هم نشته شده، در تمامش نشته شده. بعد از او که یارا قبول کردی باز بیا طرف اسلام. اون به خاطر که کتاب خودت هم میگه که تو باید راهنمایی های آخرین پیغمبر قبول بکنی. پس اگر قرآن قبول بکنی، گپایش قبول بکنی، گپای آخرین پیغمبر که پیام را که آخرین پیغمبر آورده قبول بکنی، تو باز مسلمان خوب شده میتونی. و من منتظر هستم که امروز تو بری تحقیق تا بکنی، سبابیایی باز کتمگه بزنی. تشکر دکتر صاحب. دوستای عزیز، شما نظر و مثالای دکتر ذاکر نایک شنیدین. آیا نظر و مثالای دکتر ذاکر نایک بر شما قناعت بخش بود؟ آیا میتونیم این حرفای دکتر ذاکر نایک قبول بکنیم؟ و اگر نظر دارین در کامنت بنویسین. این ویدیو رو با دوستانتان هم شریک بسازین، نظریات اونا رو هم بخواین. چینل ما رو سابسکرایب کنین. تشکر.